تو این آموزش یاد میگیری که این افکت تصویری رو با همدیگه بسازیم. سلام عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. مهدی بخشوان هستم با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان. تو این آموزش قصد داریم تا یک افکت زیبا رو با هم دیگه اوکی کنیم. در قدم اول نیاز به یک تصویر داریم که قابلیت این رو داشته باشه که بتونیم اون رو جدا بکنیم. تصویر واضح باشه تا بتونید اون رو از پس زمینه جدا کنید. کلیدهای کنترل جی رو بزنید تا یک کپی از این تصویر گرفته بشه. بعد از اون وارد تب سلکت بشید، گزینه سابجکت رو انتخاب بکنید تا به واسطه هوش مصنوعی بیاد سلکشن سوژه ما رو بهمون بده. اگر تو تب سلکت گزینه سابجکت رو پیدا نکردید به این معنی هستش که حداقل سیستم رو نداره و یا فتوشاپ شما قدیمی هستش که باید بروزرسانی بکنید. اگر سیستمتون اوکی هست. بعد از اینکه سلکشن این تصویر رو به دست آوردیم، روی لایه ماسک کلیک میکنیم. ببینید از پس زمینه به این شکل جدا میشه. خب الان نیاز هستش که یک متنی رو بنویسیم. خب اینجا کلیک میکنم و این عبارت مهدی رو مینویسم. سایز و اندازه رو با توجه به تصویرتون جوری اندازه مناسب رو انتخاب کنید که میخوایم اینجوری نمایش بدیم که نوشته رفته پشت کاراکتر. پس برای انجام این کار این نوشته رو میاریم پایین و میبینید که این نوشته رفت پشت کاراکتر. من میخوام این نوشته وقتی رفت پشت کاراکتر اون پشتش هم دیده بشه. یعنی من وقتی اینجا نوشتم مهدی ادامه این حرف دیده بشه. خب باید چی کار بکنم؟ تو قدم اول باید کلید آلت رو نگه دارید و تصویر رو مسک کنید. به این شکل حالا تصویر کاراکتر داخل نوشته ما مسک شده. یعنی من هر جای نوشته رو منتقل بکنم تصویر من داخل نوشته مسک شده، ولی چون استایل خاصی نداره دیده نمیشه. برای این کار یه استراک بهش میدیم که بهتر این حالت رو درک بکنید. به این شکل که میبینید. خب مقدار استروک رو تنظیم میکنم و میبینید که این افکت زیبا برای ما به وجود اومد. برای زیبایی کار حتی میتونید بهش ببل بدید یا تنظیمات اون رو تغییر بدید تا نوشته شما جذابتر بشه، یا حتی میتونید اینجا سایه بدید به کارتون و اینها همه سلیقه‌ای هستش. حالا من بیام متنم رو جابجا کنم. داخل متن اون استروک رو میگیره و هر جایی که دلم بخواد میتونم اون رو قرار بدم. به همین راحتی این افکت زیبا رو با هم دیگه ساختیم. امیدواریم آموزش رو دوست داشته باشید و برای آموزش‌های بیشتر میتونید رو دوره 0 تا 100 ما حساب باز کنید. تا آموزش بعدی یا حق.